استفاده عنصرهای لهجوی هنگام تهیه برنامه و گفتار آمیخته زبانهای تاجیکی و غیر تاجیکی در بیشتر تلویزیون‌های دولتی و غیر دولتی به نظر می‌رسد و این باعث کاسته شدن زبان دولتی تاجیکی می‌گردد. تاکید نمود رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده هنگام تجلیل روز زبان دولتی و اظهار ناراضگی خود را عاید به خطا نوشتن حجت‌ها و رعایت نشدن قاعده‌های املای زبانی تاجیکی نیز بیان کرد. هنوز در بعضی اداره‌ها کمبودی‌ها جای دارند و طور منتظم استفاده نبردن لغتنامه‌های صحوی و رعایت نکردن قاعده‌های املا یکی از سبب‌های نادرست تهیه شدن حجت و سندهای کارگزاری و دفترداری در برخی اداره و تشکیلات‌های دولتی و جمعیتی به حساب می‌رود. مخصوصاً رعایت نکردن قاعده‌های املای زبان تاجیکی در نوشتجات لوحه و آویزه‌ها، حجت و سندهای کارگزاری یکی از عامل‌های غلطخوانی و غلط‌نویسی گردیده. نمونه چنین خطاگی‌های املایی در بعضی نوشتجات مرکز شهر و ناحیه‌های ولایت به چشم می‌رسد. همزمان از سنجش و تحلیل‌ها معلوم می‌شود که زبان واسطه‌های اخبار عموم از جمله تلویزیون و رادیوی دولتی و غیر دولتی، نشریه‌های دولتی و جمعیتی نه همه وقت به طلبات قانون مطابقت دارند. در ولایت سوغد چاره‌بینی تنتنوی به مناسبت روز زبان تاجیکی صبح امروز سنه 5 اکتبر در تالار تئاتر مسحکه و موسیقی به نام کمال خوجندی برگزار گردید. در آن رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده از کمبودی‌های جای داشته حرف زد که آن برای پاک و بی‌آلایش و مرکب شدن زبان تاجیکی مساعدت می‌کند و گفت امروز ضرور است که برای فهم و ساده بیان کردن زبان عالمان و زبانشناسان بین جوانان کارهای توصیوی را بیشتر نمایند تا زبان عینی و سعدی دیگر باره به کار آید، یعنی هر سخن ساده و فهمو ifade شود. خاصتا در زبان تلویزیون و رادیوها در بعض موردها استفاده عنصرهای لهجوی، گفتار آمیخته زبانهای تاجیکی و غیر تاجیکی و حالتهای دیگری به طلبات قانون مطابقت نداشته به چشم می‌رسد. از این رو در حل معماهای موجوده میباید خیلی آگاهانه اقدام نمود، زیرا بنیاد دولتی صاحب فرهنگ محض از دانستن زبان و عملی آن وابستگی کلان دارد. از جانب دیگر حفظ و گرامی داشت و از آلایش گفتار بیگانه امین داشتن زبان وظیفه مقدس هر یک شهروند وطن دوست صاحب زبان و صاحب وطن بوده. ما باید کوشش نماییم که در زمان جهانی شوی استقلال فرهنگی و زبانی خود را حفظ کنیم. روز زبان دولتی از 5 اکتبر سال 2009 سرچشمه میگیرد، زیرا محض در این روز زبان دولتی به فهرست جشن‌های ملی داخل شده است. از آن پس تا امروز یعنی 13 سال اینجانب همه ساله سنه 5 اکتبر روز زبان دولتی با شکوه خاص تجلیل کرده می شود. مقصد اساسی آن پاک و بی‌آلایش نگاه داشتن زبان دولتی تاجیکی به حساب می رود. زبان تاجیکی در طول تاریخی هستی خویش همچون پرارزش‌ترین پدیده فرهنگی تاجیکان سیمای ملت کهن‌بنیاد ما را به طور شایسته معرفی نموده است. عالی‌ترین محصول تفکر بزرگان جهان، اندیشه، ادبیات، علم و معارف و فرهنگ تاجیک محض توسط زبان تاجیکی تا زمان ما رسیده همچون نادرترین گنجینه‌های عقلانی صاحب زبان معرفی شدند. امروز در خزینه‌های نادر کتابخانه‌های جهان اثرهای زیاد محفوظند که با زبان تاجیکی به قلم آمده. این زبان ناب را که اساساً همچون زبان شعر و علم و ادب دانسته می شود چون زبان علمی معرفی نمودند. زبان دولتی جمهوری تاجیکستان تاجیکی است و آن یکی از نشانه‌های وجود داشتن خلق تاجیک در عرصه بین‌المللی میباشد. زبان تاجیکی یکی از مقدسات کشور نیز هست. چاره‌بینی تنتنوی که به مناسبت روز بزرگداشت زبان دولتی بخشیده شد نزدیک 2 ساعت دوام کرده. هنرمندان وصف وطن و زبان مادری تاجیکی و اساسگزاران این زبان سرود سراییدند. رودکی بر او شکوهی به زبان
زبان را به روی عشقی نهانش زنده داشت. در حد و سرحد شناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطندار است و تا زباندار است بسیار است. و ما امروز باعث خوشنودی است، خرسنده است که در روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. ولی 5 اکتبر سال 2009 قبول کرده شد و همساله این روز را در تمام مملکت جشن گرفته می شوند. همچون روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد آنه که باز هم ما به زبان دولتی جمهوری تاجیکستان احترام گذاشته باشیم، دوست داشته باشیم و همین زبان نابی تاجیکی را برای نسل آینده باقی گذاشته باشیم. کنم شکرانه از آن که چنین زیبا زبان دارم، برای سفتگیش سخت کشم تا که جان دارم. وطن امروز قانونی زبان را پیشکش بنمود، از این حجت همه جا افتخاری بیکران دارم. زبانم چشم ساری روزگار است، تراوت بخش مانندی بهار است. چو شعری رودکی زیبای و دلکش، مثال شعر حافظ شیردار است. هدف اساسی تجلیل این سنه احترام به زبان دولتی تاجیکی و حفظ و بی‌آلایش آن است. حضور شما مفنوشکور و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.